تو این ویدیو قصد دارم در مورد فرق بین لیریک و پوئتری یکم باهاتون صحبت کنم. پوئتری شاخه ای از ادبیات، در اصل همون شعر ماست که از سالیان ساله که وجود داره. لیریک همون ترانه است، همون ترانه‌ایه که ما روی موسیقی هامون ازش استفاده میکنیم. ریشش کجاست؟ خیلی معتقدن که یونانیان باستان وقتی داشتن چنگ مینواختن یک ترانه و لیریک رو هم باهاش میخوندن و جالبه بدونین که در طول دوره قرون وسطا در اروپا لیریک به هر شعری گفته میشده که اون رو بشه برای موسیقی تنظیم کرد. حالا بریم سراغ تفاوت‌های اصلی بین لیریک و پوئتری. یک، لیریک رو روی موسیقی تنظیم میکنن، برعکس پوئتری که معمولا اون رو برای موسیقی تنظیم نمیکنن. دو، لیریک با موسیقی که در از زیبایی خودش رو نشون میده، برعکس پوئتری. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی دارید یه لیریک رو میخونید به نظرتون اونقدر زیبا نیست، اونقدر معنا نداره، یا اینکه انگار اصلا قافیه نداره. خب این طبیعیه، به خاطر اینکه لیریک در اصل وقتی که با موسیقی میاد زیبایی خودش رو نشون میده. سه، شما میتونید توی لیریک آزادانه هر تغییری که دوست دارید توی لغات بدید، برعکس پوئتری که شما این اجازه رو ندارین. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میتونید اکسنت لغات رو تغییر بدید یا اینکه سرعت خوندنتون رو کم یا زیاد کنید.